ابدومینوپلاستی و پیکرتراشی یکی از مهمترین نکات فعالیت بدنی که بیمارای ما در بعد از آن به خاطر درد زیادی که دارن و محدودیت حرکتی که براشون به وجود میاد نمیتونن راه برن، حرکت کنن، فعالیت داشته باشن. ما میایم در حین عمل و بعد عمل از پمپ‌های دیلیتی براشون استفاده میکنیم که باعث کاهش ترومبوز وریدی و عوارض جانبی مثل آمبولی ریه رو درصد قابل توجهی کاهش میده. متاسفانه بعضی از مراکز و همکارای ما به جای استفاده از پمپ دیلیتی میان باند کشی استفاده میکنن که خب اونقدری کارساز نیست. خب دوستان همونطور که مشاهده میکنید پمپ دیلیتی ما از 2 تا جوراب تشکیل شده که این جوراب توسط یه سری شیلنگ شدن به پمپ و دستگاه هوا رو وارد جوراب میکنه و جوراب پاک میشه. حالا به صورت ثانیه‌ای توی تایم‌های مختلف هی باد این دستگاه توسط این دستگاه خالی میشه، هی باد جورابا و هی پر میشه که باعث این تحریک عضلات و جریان خون رو تو عضلات بالا میبره.